ماما جان برارمه مامی بیبی من نو تا دندونای اینا درد میکنه گردنم بند شد دیشب تا به صبح اینا رو لو میکردم از اونی که گریه میکردم تا به طاقت اینا نمیایم حالا فکر کنم انگار کنه 6 7 تا چیز تبر به سر کلی بیبی میخوره همین دندونای از اینا ما خطا دیم 9 تا درد میکنه 9 تا شاید 9 نیم هم باشه مگر منو چک کنیش این 9 تا درد میکنه دیگه وجودی هم بیبی شما شاید هم دهن دیگه دندون هم وجود نداشته باشه دو تا که 47 تا دیگه هسته 47 تا کل دندون 32 دندون یا 33 دندونه 32 دندون و 33 دندونه بیشتر خب اینا باز چیز دیگه به حساب همه تفلون هم دندونا اینا بیلی شده خب سیه بیایم که من با اتاق بیایم که من چک کنم کجا بیام؟ با اتاق بیایم که چک کنم ما اتاق نداریم ما به صدا خوب با معاینه خونه بیایم که من چک کنم آها اینجا گاه بله بیبی خودم بیارم بیبی خوب دیگه بیبی تر من چک کنم ها دندونا بیبی تر من چک کنم خب بیاین بیبی بیبی بیاین مشکل داره بله رفته نمیتونی میتونم خود چرا شیشته ای وقت سمت با بشه چوکی ها درست نمی شیشته ای لباسات هم نماز شد بشین خب لالا جان گفتیم 9 تا دندون از درد میکنه ها باد هم کرده یا نه ها باد کرده ماشو بیبی باد کرده پس بریم به اتاق دیگه که دندونا رو نگاه کنم چک کنم بیاین بیبی دکتر صاحب من چه دکتر صاحب هر دم خوب بوم میکنم قام غصه نخوریم ببین خدا نکنه که به سرم دندونو برکن بره نه نره میگم برکن 4 روز ما جمع کنیم ببین غم نخوریم مشکلی نیه دو تا تیشه بزنم با کل من دندون شما خطا میخوره دکتر صاحب من شمینا من رفتم برد ماما جلو من بیامدم دکتر صاحب دکتر صاحب بیاین اگه خوش شدیم ما اینجا اخونی کی باز چرا اینجا شیشته ای؟ کجا بشینیم؟ بریم داخل اتاق بریم شما گفتم بریم بریم ببین وای دندونا شما که بیبی جان بخیر اوضاع خرابه کلا مشکل داره آره بابا بابا بگو چه کاره؟ با مادر رو بیار دو که دندونای بکنی بیبی به گریه میکنم شهرگری میکنه میگم من میشه بمونم یعنی بیار گم 9 تا دندون بیار گم بکنی نه داری خود بکشی نشون دیگه دکتر صاحب هم میفهمه بابا جان آخه مش پیرزالی او دو پاکت گلی نیاز داره چه خوب بگردون تو چه تزدید میکنی؟ خود دیشب تا زمر و خرنک دیشیش تا فقط گلی با خدا به یک دیزل تمام گلی کنیم بیارم ببین خوب نمیشه ما یک فرمون گلی آوردم حالا دکتر سا چی میگه؟ نمیگذاره ببین که چیکار کنه؟ دندونای نرمای هم بچون بکلم یا پر کنم کنن نقص داری که بکنه خب برای شما بابا بگیم اگر میخونه نمی خونه ها برای میخونه بابا بگیم اگه مدر به یک موی اثر کم شو با خدا بوهشو برابر میکنم با خدا بیبی ما بمورنیه بگرم همین شفاخونه خور بدیم 4 تا دیگه شفاخونه بدیم که ما هم صاحب شفاخونه شیم میگو ما برای دکتر صاحب بگفتم بله
کندن بگفتم که نکنی نکنیم اینا رو پر کنه آه. بفهمیدی؟ آه. واسکل من نجونم من میردم در که واسکل نجونم که اینا پر کردم ببرد بیارم خب نه که بخیر که بکنه که موش پیرزال میموره اما خدا بره لنگه اگه نیم مزایکای من بکنم خاطر که من مال تو گفتم دیگه آه. من خود دکتر سر گپ زدم خوبه من میرکدم در که واسکل نبرم بگیم پر کنم ها خوبه شما بریم بابا به سلام بریم من میرم سلام و بیبی خدای پاک شفای بده بابا شما بیایید بابا بریم به چیز کنیم بریم به فیسبوک به فیسبوک بریم به نانیم بگیم که نمیشته کنم خب. بفهمید نمیشته کنم برادر به حق بعد بیبی تو دعا کنم به حق بیبی به دعا کنم که دندونای خطا میدم خوبه که برکن نمونه خوبه بریم بابا شما بیایید با چه کاره با چی یاد یامو ما این وقت میریم چیز کنیم امرو بریم به نماز جمعه به نماز جمعه بگیم مولای صاحب دعا کنن که بیبی من نمونه خوبه گفتن رو میگم پیش نزد خاله بیبی بابا شما بیایید با چه کاره با چی یاد یامو با چه کار کردی اگه میشه خدا روز نیاره اگه میشه بیبی من بمرده که یک شفاخونه بسته با ما بدم یاد نه مثلا دگم بمون بده خدا نکنه چه بمره بیبی مادرمه حالی تو خرابه وقت برو تو پیش بیبی خوخی پیش کی برو پیش بیبی خو که اینجا تو واسه دندونات پرنه که وقت اینجا بیشی بده چه کار شده ماما این چیه؟ بله این ماما عصب کشی کنم برمه کنم صد میلیون بول کنیم ماما نکن کوکوشان چی میکنی توی وقت توی این نمیشه ماما این مگر من عصب کشی کنم دندونه به خاطر از اینکه رشته اعصاب قطع چه که درد گم شه نمیشه بابا بیبی دیوار خونی کنی که قلبا میکنی نمیشه ماما اما تو ما این پر کنی یا خطا دیمینا این دندونه از این کنده لازم نداره آه. اینا باید پر شه حیفه که دندونه رو بکنونه پرشه پر میکنم داخل پر میکنم پوش میکنم شما چی این دیگه الان گلکندی که پر میکنی نه همین داخل دندون پر میشه آه. عصب کشی میشه پر میشه پوش میشه دیگه نیاز نیه که کنده شه حیفه دندونه پوش تو میکنی پر میکنی خب میگم دیگه شما که من نمیگذاری که من پر کنم دیگه دندون نه ماما نه ماما نمیشه چرا؟ نه اون نیه همون تو پر کنی خب این که پر نمیشه دیگه مگر اول عصب کشی با بدرد میاد دیگه اگه عصب کشی نشه اگه من دکترم من میفهمم که باز کار خوب کنم اگه تو میفهمی دیگه بس با خانه تباوت میکنی اینجا نمیاوردی بیبی میگه نه بریم بیبی بریم از این کلا با من نمردی نمیشه بریم بیبی بابا جون یک ساعت تو وقت من بگیری تو را میگی بریم ولی اگه شما نمیفهم میگیریم کلات بیبی من قلبا میکنی اینجا فقط مشکو که با خود درد میکنی نه برو کوکو جان برو باز درد بکشه برو همون درد بکشیم بیتر از اینه بشه یا بیبی من همین نگاه دندون شما میگیرم لبو شما قلبا کنم برو کوکو جان برو تو هنوز نمیفهمی که چه کار باید بشه تو میای اینجا میگی دندون میشه قلبا کنه ما تیری خدا نکنه کوکو جان بله کوکو جان بیبی چه بیبی کاری چی میگم بله هیچ کار نمیشه بگذاره که همین دندون از اینو پر کنیم هیچ گپ نمیشه اگه خودمون میخواه خود نمیکنیم پرونه پر کنیم خب باید همون عالی از همونه که باید خودی همون دندون پر شه باید عصب کشی شود بله بیبی ما بیبی خود خیال میکنیم از او یافتم آخی برو رولا تو دندون نکشیدی برو نه شما یاد داریم